ما تنهای مادر به یار و برادر، ما غریبیم تنها ماندیم تو رو، آخر چرا مادر جان. مشکل سنگین مهاجرت و تلاش جوانهای تاجیک برای زندگی شایسته سالانه صدها هزار ساکن تاجیکستان را به شهر و منطقه های روسیه در جستجوی کار میبرد. یکی از آنها بهروزجان امین است که بعد چند سال تجربه مردیکاری در روسیه درد دل خود و دوستانش را در روی آهنگ آورد و یکی از آوازخوان‌های مردمی شد که در موضوع سختی‌های مهاجرت آهنگ اجرا می‌کند. بهروزجان امین 24 سال داشته از سال 2010 خود برای جستجوی کار و درآمد به روسیه سفر میکرد. سالهای اخیر او دریافت که میخواهد درد دل خود را توسط آهنگ و شعر به دیگران بگوید و در فرصت کوتاه آهنگهایش در موضوع غریبی و محرومیت ها طرفداری بسیار هم پیدا کرد. و میگوید قصه های زیادی از سر مهاجران میگذرد که برخی تکان دهنده، دیگر دهشتناک و برخی خوشحال کننده هستند. ترانه ما غریبیم که در فرصت کوتاه بعدی اجرا و پخشش در اینترنت هواداری زیاد پیدا کرد از همین قبیل قصه هاست. پدرش که از نگذاشته او را نگفتن که مثل بیو یکی برای همون ندونست برگوات روزی نگفتنستان و یک پای بنگذاشته بود. بعد رفتی مثل انگه حدیثه شده بود که بود پدرش دگی نیست. وقتا همین چکتیم منش تیره مثل همین جایی که پدرای امروز که بود پدر را ندیدیم همین درباره همین است. و میگوید وقتی میبیند که نزدیکان در تاجیکستان به خاطر از دست ندادن درآمد پسر مرگ پدر را از او یکسا پنهان می‌دارند و یا یک جوان از بلندی ساختمان به زمین افتاده میمیرد، دلش تکان میخورد و از پی ایجاد میشود. در جرم ایدونیو گذشت در همین مسکو نه اکر گفتن که در اتاج غلطی در چکرشتگی در خدایش هم نبودم، من در همین مسکو بودم که او ایسا اقلیت رفتگی بود سلازوب میکشن وقتی شیر نایستم برو آبیم که مقصدم همین از برای مثل همشه دیدیتم خیلی میگرده. بهروزجان امین میگوید دل سردی مردم، غریبی و دربدری، بیپولی و سختی پیدا کردن کار، مرگ به هنگام کار متاسفانه معلولترین سبب‌های دلشکستگی جوانان در مهاجرت می شود. امروز مثل دیدیم بسیار عذاب میکشن مردم، بسیار زنگ میزنن، مادر رو بسیار زنگ میزنن گریه میکنن. بهروزجان میگوید هرچند متن و آهنگ ایجاد کرده او خیلی سبک و غیر کسبی هست ولی صمیمی و از تحت دل اجرا شده‌اند. اسلامیدین یک ساکن ناحیه یوان در صحبت با رادیو آزادی گفت خوب یاد دارد که سال 2010 در مسکو وقت ترانه غریبی این امجانی سیدعلی و حنیفه قربان را شنید در فکر بازگشت به وطن شد. او میگوید وقتی که از تاجیکستان یک کس به روسیه سفر میکنه اولین چیزی که ما خواهش میکردیم فیته های تاجیکی را به ما بیاریم. در عموما بگیم پروای تاجیکستان هم نداشتیم، فقط کار میکردیم. پدر مادر قمص وقتی که همین سرود ما شنیدم که انا مادر چخیل دعوت میکنه که سری دسترخوان انا مخولیه جوی مخولیه، همین سرود بسیار تاثیر کرد و من بعد همین سرود مهاجرات به نهایت هم خیلی سرود بسیار قبول میکنم. یکی از ترانه‌های دیگری پرطرفداری مهاجر بچه بهرام غفوری با آهنگ و متن فریدون خالبک بود که مهاجران را در نوروز به وطن دعوت میکرد.